الهی به امید تو. سلام دوستان، انشالله که هر جا هستین انقدر حال دلتون خوب باشه که ما رو همراهی بفرمایید و این افتخار به ما بدید. در سیر و سلوکی هستیم در جهت شناختن این دریای بیکران. الان چیزی که من دارم میبینم دریای بیکران این همه خدا رو شکر استعدادهای درخشانی که با فیلم‌های کوتاهشون در واقع یه رونقی رو اصلا به حال و هوای ما بخشیدن و امید بخش این داستان. خدا رو شکر. بریم امشب فیلم ما مقصریم رو با هم دیگه ببینیم در حضور جناب آقای امیر محمد نصیری. اگر اشتباه نکنم اولین ساخته شما. خیلی خوش اومدین آقای نصیری. زنده باشید. متشکرم. ممنون از دعوت. سلامت باشین. قربان شما. آقای نصیری، زبان سینما زبان جذابیه، مثل هر زبان دیگه هم دستورات قواعدی خودشو داره و اینا. شما از کی احساس کردین که دلتون میخواد با این زبان با جهان اطرافتون ارتباط برقرار کنید؟ اگر اجازه بدین اول بسم الله الرحمن الرحیم خیلی سپاسگزارم از دعوتتون. خواهش می‌کنم. آرزوام که من یه خاطره کوتاهی میخوام بگم. حتما. یه مقدار شاید زمانگیر باشه. من زمانی که به دنیا اومدم مادرم بهم گفتش که تو اولین کاری که میکردی این بود که با دقت به دستات نگاه میکردی و این خیلی واسه خودم جذاب بود و بعد خب رفته رفته به این موضوع پی بردم که من توی به اصطلاح حیطه نوشتن و قلم زدن و نویسندگی مهارت خیلی زیادی دارم که همین باعث شد که یه مقدار سوق پیدا کنم به سینما و خب استعداد نوشتن داشت. بله. از چند سالگی متوجه شد؟ من از 15 سالگی متوجه این موضوع شدم. چی می‌نوشتی؟ داستان کوتاه می‌نوشتی؟ داستان کوتاه، شعر و حالا یه سری دلنوشته ها، سیاه نویسی. رشته مرتبط خوندی؟ بله. من لیسانس کارگردانی دارم. کارگردان. بله. خب و بعد؟ و آرزوام که خب در رابطه با جواب سوالتونم باید عرض کنم که همینجا و خارج از همینجا اون ابزارها رو به ما میده. یعنی اون ابزارهایی که شما رو سوق بده به سمت سینما و ما خب یاد گرفتیم که بهتر ببینیم و بهتر بشنویم تا بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم. بسیار عالی. ایده رو خودتون طراحی کردین و خودتون هم نوشتین. بله. چقدر طول کشید تا ذهنیتتون به این عینیت تبدیل بشه؟ یعنی از مراحل حالا در واقع جذب سرمایه برای ساخت یا پیش تولید؟ واقعیتش جناب حسینی این فیلمی بود که خب تهیه کنندگیش بر عهده مادرم خانم مریم نصیری. زنده باد. سپاس. و آرزوام که فکر میکنم 1 سال ما برای در واقع حالا پیش تولید و سرمایه گذاری این کار برو بیا شخصی این کار کردن؟ بله کاملا شخصی. و خب در ادامه هم باید عرض کنم که بعد از اینکه این فیلم حالا توی 3 روز ساخته شد و 2 سال و نیم طول کشید بابت کارهای پس تولیدش. 2 سال؟ بله. اصلاح رنگ، تدوین. 3 روز. تو 3 روز تولید و 2 سال و نیم پس تولید. اگر واقعا در پی جواب این سوال میگردین که نخبه کیست، الان یکیشون جلوی من نشسته. متشکرم. واقعا به تبریک میگم امیر محمد جان و دلم میخواد. من قرار نبود تو این برنامه احساسات شخصی خودم رو دخیل کنم ولی بعضی وقتا دیگه هیجانات از کنترل آدم خارجه. من برات دست میزنم و بسیار بهت بابت این کار درخشانت تبریک میگم. کاری که میگی در 3 روز و با این کیفیت تونستی که در واقع پردازشش بکنی. آفرین به تو و درود بر تو. بازیگرات فوق العاده خوب بودن. چیکار کردی؟ تلاش خودشون بود واقعا و خب فضای فیلمنامه تا حدود خیلی زیادی کمک کرد و اینکه البته من جسارت میکنم دیگه شما حرف اول آخر رو میزنید. اصلا اینطور نیست. اختیار دارید. اما خب چیزی که خیلی کمکمون کرد توی این کار تمرینی زیاد بود. تمرین تکرار. دیالوگا رو همه رو خودت نوشته بودی؟ و چقدر خوب اجرا شد توسط بازیگرات و فوق‌العاده. بله.
بهت نمیاد اون ادبیاتو؟ انقدر خودت خیلی شکیل و آقا ادبیاتو چجوری اون ادبیاتو می‌بینی؟ واقعیتش آقای حسینی به هر حال سینما یه امر کاملا تجربیه و شما زمانی که میخواین به این ایده برسین باید اون اتفاق و اون قصه رو لمس کرده باشین و من با افتخار اینو اذعان میکنم، چون زیاد دلم نمیخواد که حالا برم توی سانسور و خودم رو حال سانسور کنم که نه من یه سری تجربیات نداشتم که به این اتفاق رسیدم. نه، واقعیتش اینه که من هم مثل بقیه همسن و سالای خودم، جوانایی که الان دارن زندگیشون رو میگذرونن، از این فیلتر رد شدیم. یعنی همچین تجربیاتی رو داشتیم و این یک برگی از گذشته ما بوده که آوردیمش جلوی دوربین. و من خودم بیشتر سعی دارم که برم سمت زندگی شخصی خودم، یعنی ایده هام از زندگی شخصی خودم باشه، چون لمسشون کردم و به خاطر همین به نظرم فیلمت هم کاملا ملموسه و لمس میشه اون اتفاقی که درش میفته. بازیگرات رو به ما بیشتر معرفی میکنی؟ بله، با کمال میل. آقای علی برنگی که خودشون درود بر شما. آقای برنگی هم الان اینجا تشریف دارن. فرصتی اگر بشه این استثناء رو برای این فیلم میشه قائل شد که لحظه از ایشون هم دعوت داشته باشیم، در خدمتشون باشیم. با افتخار. بله. جناب برنگی که خودشون فارغ التحصیل رشته بازیگری هستند و من و علی جان از فکر میکنم سال علی بهم برسون سال 93 بود. آره، سال 93 از یه گروه تئاتر با هم آشنا شدیم که کار کردیم و بنده افتخار رفاقت و دوستی رو دارم با علی آقا و امیرحسین بابایی که ایشون هم از دانشجوهای رشته بازیگری دانشگاه تربیت مدرس هستن. و خب یه نکته خیلی جالبی که من من باب تجربه عرض میکنم برام خیلی جالب بود این بود که نوع بازی علی و نوع بازی امیرحسین بابایی کاملا برخلاف همدیگه بود. یعنی یک بازی تجربی در مقابل یک بازی تحلیلی آکادمیک. دقیقاً. و خیلی واسم جالب بود این تقابل. چه هماهنگی درخشانی بینشون اتفاق افتاد. آره، خدا رو شکر. همش هم از زحمت خودشون بوده. یعنی دقیقاً من سعی کردم تا جایی که میتونم دخالت نکنم. و آقای آرش میناگر، آقای سجاد احمدپور از بازیگرای کار بودن که افتخار دادن و قابل دونستن که توی این فیلم ایفای نقش کنن. دوستان سابقه تئاتر دارن. بله، درسته؟ بله. شما در 23 سالگی این فیلم رو ساختید. بله، و اولین فیلم هم هست. مطالعات جانبی کنار کارتون چیه؟ واقعیتش اینه که سعی میکنم که مطالعه رو از دست ندم و در واقع منظورم که مثلا با روانشناسی خاصی این فیلم رو در این فیلم رو کار کردین، چیزی رو از جامعه شناسی یا روانشناسی یا فقط صرفا همون تجربه هایی بوده که شخصا بود؟ نه، واقعیتش جناب حسینی اینه که خب این فیلم، حالا البته درست نیست که من در مورد فیلم خودم این حرفو بزنم، چون حالا یه گفتگوی خیلی خصوصیه و شما اجازه دادین. نه، خواهش میکنم اختیار دارین. باید عرض کنم که من سعی میکنم که هر فیلمی یه جهانبینی پشتش باشه برای اون در واقع محتوای فیلم. و اگر دقت کرده باشین یه پلانی توی فیلم بود که توی بک‌گراند، توی انتهای عمق تصویر، یه نفر از داخل استخر میاد بالا و توی ابتدای صحنه با بیل داره خاک میریزه روی اون و یک بذری رو میندازه داخل چاله. خب مثلا این فیلم یه نمادیه از این که همچین چیزی در حال رشده و همچین جوانایی در حال رشدن مدام، یعنی دارن با همچین چیزایی تغذیه میشن، مثل حالا مواد مخدر یا هر چیزی دیگه. و خب در نهایت میرسیم به این موضوع که ما مقصریم. یعنی اینکه خب اگر شرایط الان این شکلیه ما مقصریم، اگر امنیت روانی نداریم ما مقصریم. دغدغه‌مند بودن فیلمسازی برات مهمه؟ نه، بسیار زیاد. اگر شرایط به گونه‌ای پیش رفت که وارد بازار کاملا حرفه‌ای شدی، آیا بازم پیرو دغدغه‌های شخصیت کار می‌کنی؟ البته این سوالتون خیلی سخته و خب بستگی هم داره، اما من یه قولی به خودم دادم بعد از این فیلم که فیلم اول من بود. به خودم قول دادم که فیلم‌های دیگه هم فیلمایی باشه که کاملا از این ژانر
بیرون باشه و حالا گفته شخصی خودمه صادقانه، اینکه دلم میخواد فیلمایی بسازم که فیلمای حال خوب کنی باشه، یه خورده ارتباط انسان با خدا رو به تصویر بکشه و این خیلی واسم حاوی امید باشه. دقیقاً این خیلی واسم قابل احترامه. بسیار عالیه. به هر حال فکر میکنم باید شاهد حضور یک کریستوفر نولان ایرانی باشیم که قراره تو هر ژانری بسازه، خوب بسازه. این ژانرش که به نظر من خیلی جذاب بود و کاملا منتقل میشد، باورپذیر بود و ما رو فراموش داد از اینکه در حال نگاه کردن یک فیلم پرداخت شده است. نکته دیگه که دلم میخواد بهش اشاره کنم و ترسم این بود که یه وقت ناگفته نمونه، یه خاصیت خیلی جذاب بر فیلم شما بود که هماهنگی غریبی بین شما و فیلمبردار احساس میشه و هماهنگی جذابی بین بازیگرها و فیلمبردار و کار فیلمبردار به نظر فوق‌العاده حائز اهمیت و جذاب بود در کار شما. درباره ایشون هم محبت می‌کنید؟ خواهش می‌کنم. به روی چشم. فیلمبردار این کار فرشاد یکتایی. فرشاد هم از دوستای خودمون اتفاقا، با حالا فکر می‌کنم 5 سال اختلاف سنی با خود من. کوچکتر؟ بزرگتر. آره. گفتم میگه اگه بدن 20 سالگی داره همچین ولی کلا. خواهش می‌کنم. انجمن نوابغ. زنده باشید. حالا به غیر از من که خودم بذارم کنار، ولی واقعا من افتخار میکنم که با یه مجموعی از نخبه ها کار کردم، یعنی همشون همینطور بودن و باعث افتخار منه. آقای یکتایی خب خیلی توی بحث پیش تولید ما خیلی با همدیگه سر دکوپاژ یقه همدیگه رو میگرفتیم، میچسبوندیم به دیوار و همدیگه رو خیلی بازخواست میکردیم. و به شدت فرشاد علاقه به این داره که حتی تمرینا هم تجربی باشه و حتی توی مرحله به اصطلاح دکوپایی زدن هم تجربی بریم جلو، یعنی نمونه پلان رو به اصطلاح لمس کنیم و تجربه کنیم و خب این نگرش باعث میشه که خیلی اتفاقای خوبی در آینده هم برای کسایی که باهاش کار میکنن و هم برای خودش بیفته. پس در هماهنگی کامل بودیم. دقیقاً. بازیگرا چطور با انقدر خوب با دوربین هماهنگ بودن؟ چون به نظر میومد نه چیزی از دست رفته و نه اینکه اون تصنع بازی جلوی دوربین در بازیگرا. من اینو میتونم بذارم به پای این که ما چون توی اون 3 روزی که فیلم برداری میکردیم، یعنی شب پیش هم بودیم، صبح پیش هم بودیم و مدام، یعنی وقت تایم خلوتی که ما گیر می آوردیم میشستیم راجع به چیزایی که نمیدونستیم با هم صحبت میکردیم. مثلا من یادمه که مثلا علی جان و امیرحسین بابایی بیشتر در مورد قابا، در مورد اندازه نماها، در مورد لنزا صحبت میکردن با فرشاد و خب این خیلی اتفاق خوبیه برای منی که دارم این چیزا رو مشاهده میکنم و خب این دقیقاً کمک میکنه به همون ریتم و به همون اتفاقی که قراره جلوی دوربین بیفته، یعنی اون هماهنگی و اون نظمی که ناشی میشه. و واقعا همه توی این کار سنگ تموم گذاشتن علاوه هماهنگی و خب خیلی نکته جذاب دیگه کار باز طراحی لباس و صحنه بود. بله، طراح و درباره گریم هم باز حتما خواهش می‌کنم. طراح صحنه این فیلم حسین نساجه که البته آقای حسین آقا زحمت در واقع برنامه‌ریزی کار رو هم روی ایشون بود و ایشون خب هندل می‌کردن و حسین به شدت آدم وسواسی توی انتخاب لباس و توی صحنه و باز همون در واقع دیواره بازی داشت. تو همون دیواره یقه‌های همدیگه رو می‌گرفتیم و میگفتیم که این لباسش باید اینجوری باشه، حتی یقه‌اش باید این شکلی باشه و خب خیلی به جزئیات حسین دقت میکنه، به جزئیات و تمام راکوردها رو حفظ میکنه. این بچه‌ها در واقع همه میشه گفت مثل خودتون همین یه تعداد جوونین که تازه دارین این کارا رو با هم تجربه میکنین یا دوستان مسبوق به سابقه است؟ نه، بچه‌ها خیلی تجربه‌های خیلی خوبی دارن و سابقه‌های خیلی درخشان‌تر از من دارن. خیلی من به این نکته افتادم. گریم چی؟ گریم هم خانم مهدیه مرادی بودن و ایشون هم واقعا زحمت کشیدن و من خیلی ازشون ممنونم. ایشون هم توی گریم دقیقاً همون وسواس و دقت رو به خرج میدادن
و خب محصل کار اون چیزی شد که شما دیدیم. ولی امیدوارم لذت برده باشید. بله، انقدر فضای کار آدمو به خودش مشغول میکرد که من یادم رفت گفتم شما موسیقی داشتین توی فیلم؟ ما بیشتر از پد استفاده کرده بودیم، یه سری پدهای صوتی استفاده کرده بودیم برای کار. واقعیتش ذهن من به سمت موسیقی نرفت. یعنی من فکر میکردم که اون آواها و صداها که توی فیلم مخاطب رو درگیر میکنه بیشتر به دل میشینه تا اینکه بخوایم حالا استفاده کنیم از این موسیقی که یه مقدار. من چون با موسیقی کلا رابطه خوبی ندارم توی فیلم، توی بحث فیلم. ولی خب به هر حال اونم چاشنیه که اگر به جا استفاده دقیقاً. بشه خیلی میتونه اثر خوش طعم‌تر هم بکنه. دقیقاً. اما در فیلم شما جای خالیش حس نمیشه. الهی شکر. هدف اصلا در واقع این برنامه بیشتر اینه که هم ما به تعداد مخاطبین فیلم‌های کوتاه در واقع بتونیم اضافه بکنیم و اساساً دیدن فیلم کوتاه رو از همین بچه‌های درجه یک و خلاقی که تا الان من باشون آشنا شدم بتونیم وارد سبد خرید مخاطب در واقع بکنیم و در عین حال پتانسیل های درجه یکی رو که من الان در همه این فیلم ها مثلا واقعا حضور تعداد زیادی بازیگر درخشان رو دارم میبینم و خیلی از این بابت احساس خوشحالی میکنم و انشالله که اینطور باشه. من اجازه میخوام که گپ کوتاهی هم با آقای برنگی داشته باشم و بعدم به هر حال آرزو کنیم برای موفقیت بیشتر آقای نصیری. سپاسگزارم. نکته‌ای هست که بخواید بهش اشاره کنیم؟ اگر اجازه بدین من در نهایت منبع درد و دل میخوام این نکته‌ای رو بگم. بی نهایت سپاسگزارم از این مجموعه خوبی که راه اندازی کردیم، به ویژه از این دیدگاه که احترام بسیار زیادی برای فیلمساز فیلم کوتاه و اصلا فیلم کوتاه قائلیم و این به شدت اعتماد به نفس میده به ما. و باید عرض کنم که شما یه جورایی دارین جور وزارت ارشاد رو میکشید. واقعیتش همینه. چون هر کسی به هر حال وظیفه‌ای رو به هر حال ایفا میکنه. ببینید من اساسا چون علاقه من به پشت دوربین شدم، خب خودم رو الان به نوعی فیلمساز مستقل به حساب میارم و وقتی که وارد این داستان شدم متوجه شدم که موارد کجاست و چه چیزهایی الان داره مانع میشه و خیلی جالبه که یه وقتی هست شما به جستجو میرید و میبینید که نقشه اصلا اشتباه بوده اینجا، ولی الان جستجویی که من شروع کردم شاید باید بهتر بود اسم این فیلم رو میذاشتیم جویندگان طلا. باور کنید و من میبینم واقعا به جای درستی رفتم، به کوهی رفتم که پر از طلاست و خب خوبه دیگه. آدم اینو واقعا باعث خوشحالیه. نه ما داریم سعی میکنیم سهم خودمون رو ادا بکنیم و موفقیت شما موفقیت همه است. انشالله که حالا به یه نوعی بتونین بیشتر از بازیگرای پیشکسوت و پیشکسوتان درجه یکی که الان خب بنا به شرایطی ممکنه کمتر کار بکنن، از اینها هم از این دوستان دعوت بکنیم. آرزوی ما همین. بله به امید خدا که به هر حال این ترکیب خلاقانه جوان شما و تجربه‌های گرانقدر اون نسل گذشته به نظرم ترکیباتش بسیار جذاب است. بهتون تبریک میگم به همتتون، به بازیگرای خوبتون دونه بدونه و فنشون شدم و به هر حال انشالله که مسیر همینطوری باز بشه انشالله و فیلم مورد استقبال خوبی قرار بگیره و انشالله راه رو برای شما هموارتر بکنه انشالله. روال روی خود تغییر میدیم، استثناء قائل میشیم، هیچ اشکالی هم نداره، یه خود تغییر همیشه خوبه. اینجا معمولا در خدمت فقط کارگردان هستیم، اما تأثیری که آقای برنگی و تیم خوب بازیگری فیلم ما مقصریم بر مخاطبشون به نظرم میذارن، این انگیزه رو برامون ایجاد کرد که لحظاتی با خود آقای برنگی هم عرض ادب و احترام داشته باشیم. خوش اومدین آقای برنگی. عزیزید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از خدمت شما. باعث افتخار عزیزید. اول میخوام واقعا تشکر کنم از این مجموعه‌ای که شما در واقع تدارک دیدید. من توی مصاحبه‌ام هم گفتم خیلی کمتر پیش میاد کسی این کارو بکنه و کسی از فیلم کوتاه اینقدر بتونه
در واقع استقبال بکنه از بچه‌هایی که واقعا زحمت میکشن و دیده نمیشن. خیلی ممنونم از شما. انجام وظیفه است. امیدوارم بتونیم خدمتی بکنیم. عزیزید قطعا از خدا اجرش رو میگیرید. سلامت باشید. من در خدمتم. خیلی دوست داشتم کار شما رو، پارتنرهای محترمتون رو و جالب این میزان توان گذاشتن و غیرتمندانه بازی کردن برای فیلم کوتاه که عملاً انگیزه‌ای ممکنه مثلا جز حضور در جشنواره‌های خارجی نداشته باشه، چون عملاً روالی هم نبوده که مثلا ما بتونیم بسیاری از بچه‌های فیلم کنیم. البته در جشنواره‌ها ممکنه مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، ولی این چیزی که به عنوان روال باشه که مثلا بتونه پایه‌گذار حرکت‌های حرفه‌ای شما به عنوان بازیگر باشه وجود نداشته. اما عملاً می‌بینیم شما انقدر برای نقش مایه گذاشتین که براتون تفاوتی نمی‌کرده که در این فیلم کوتاه کار می‌کنین یا فیلم بلند. و چطور به این هماهنگی و هارمونی رسیدین با دوستانتون توی این کار؟ عزیزید آقا، عرض شود که هدایت کارگردان که خب خیلی تاثیر داره، ولی من به عنوان بازیگر، البته بی‌ادبیه کنار شما زنده باشید، ولی همیشه این جمله کلیشه‌ای دارم که باید بهتر از خودم باشم. هیچ فرقی برام نمیکنه چه توی تئاتر، چه توی فیلم کوتاه، چه حالا توی فیلم بلند، هیچ فرقی نمیکنه چقدر نقش کنم. حالا یه مصاحبه‌ای داشتم چند وقت پیش، گفتم برام هیچ فرقی نمیکنه که حتی یه سکانس، حتی یه پلان باشه، من تمام انرژیم رو میذارم. و توی فیلم ما مقصری من کل بچه‌ها همینطوری بودن. یعنی آقای نصیری هم گفتن ما با تمرینایی که داشتیم، حالا جدای اون تحلیل در واقع کاراکتر که توی در واقع خونمون انجام میدادیم و میومدیم، خیلی هم تمرین میکردیم. ما شاید 3 روز در واقع فیلمبرداری داشتیم، ولی 30 روز ما داشتیم تمرین میکردیم. کاملا اسلوب تئاتر اینجا بر دقیقاً تا مرحله در آوردن شخصیت و در واقع ایناش همه دقیقاً بله دقیقاً جالب. و قطعاً پارتنر روبرو برای هر کسی، هر بازیگری مهمه. امیرحسین بابایی فوق‌العاده بود، خیلی کمک میکرد واقعا. اون بدبستونا، اون پاسکاریا، و همینجا ازش تشکر میکنم. خیلی هماهنگی جذابی بود بینتون و اینا مثلا واقعا آدم شگفت زده میشه، لذت میبره. ما همواره فکر می‌کنیم اگر می‌خوایم از دیدن یه فیلمی واقعا کیفور بشیم و لذت ببریم، هی باید بریم مثلا مدل‌های فیلم‌های خارجی رو نگاه کنیم، ولی من انصافاً میشه گفتش که واقعا خودم کیفور شدم از این چیز. و چند سال سابقه کار تئاتری داری علی جان؟ آقا من از سال 90 توی دبیرستان با یه آقایی به اسم محمد اسماعیل زاده وارد حوزه تئاتر شدم و تا سال 95 که با سعید دشتی آشنا شدم. دیگه روند زندگی من عوض شد و دیگه بازیگری به یه دید دیگه ای نگاه کردم. حالا آکادمیک رفتم دانشگاه و اونجا تحصیل کردم و دیگه از سال 95 به بعد دیگه کارهای کوتاه، حالا کارهای بلند، کارهای تئاتر دیگه کم کم شکل گرفت و خدا رو شکر تا اینجا. چندمین تجربه تصویری بود کار ما مقصری؟ کوتاه اولی بود. اولی؟ بله. جالبه. بله. باری کرد. به هر حال واقعا نمیدونم رد شدید به هر حال از اون مرزی که باید. نه خیلی خیلی کار نیکو کردن از پر کردن است. فکر میکنی که حالا انشالله به نوعی تو هم یه روزی علاقه‌مند باشی که به پشت دوربین مثل کاری که آقای نصیری انجام دادن؟ نه اینکه بهش فکر کردم ولی ترجیح میدم توی بازیگری به یه مقطعی، به یه جایی برسم که اون آتشه، این آتیشه یکم شعله هاش کمتر بشه. آقای نصیری خیلی جوانه، چطور این هدایت رو انجام میدادن؟ این هماهنگی رو چطوری شما در واقع بیشتر شما بهشون ارائه میدادین یا ایشون در واقع خودشون؟ خواهش میکنم. و حالا من و امیر محمد که توی دبیرستان اونجا ما با هم تئاتر بازی میکردیم، یعنی کاراکتر و پارتنر بودیم اونجا با هم، ولی
امیر محمد که حالا به من تماس گرفت و متن رو آورد، صحبت کردیم، گفتش که علی من تا الان کار کوتاه نکردم، اولین کارم. منم گفتم تا الان کار کوتاه نکردم، کی بهتر است. بعد از چند تا جلسه دیدیم که واقعا داریم درست پیش میریم دیگه، یه سری چیزا واقعا داره درست شکل میگیره، به هم دیگه اعتماد کردیم، هم امیر محمد به من، هم من به بقیه بازیگرا و به کست، که خدا رو شکر حالا این تیم ورک به معنی واقعی. بله آقا، دقیقاً تیم ورک. دستمزد گرفتی؟ نه. ولی الان گرفتی. خیلی هم خوب گرفتی به نظر من واقعا. دم شما گرم و درود بر شما که اینقدر با عشق و پرتلاشین و مطمئن باشین که هم در کنار شما من خیلی بازیگرای جذاب جدید زیاد در این فیلم‌های کوتاه دارم می‌بینم و به شما هم نوید میدم که دیگه ما تکراری‌ها رو کم کم انشالله یه ذره بذارین جوان‌ترا میان و شما رو شگفت زده میکنم واقعا، همونطوری که دارم ماها رو انجام. برادر آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنونم. و همینطور برای دوستان دیگه سلام ما بهشون برسونید. عزیزی دا لطف دارید و انشالله شما رو باز درخشان‌تر از همیشه ببینیم. عزیزی دا سپاسگزارم. خیلی دوستان خیلی سپاسگزارم از محبت شما و به امید دیدار تا یک نیو ویوی دیگه.